علائم خرابی قطعات استارت: اگر اتومات استارتمون خراب باشه، استارت صدای تقه میده. اگر آرمیچرمون خراب باشه، استارتمون یا سنگین میزنه یا اصلا نمیزنه. اگر دنده استارتمون خراب باشه، استارت صدای ویژ میده. اگر گیربکسمون خراب باشه، استارتمون جیغ میکشه. اگر بوش کله قندیمون خراب باشه، استارتمون سنگین میزنه. اگرم باتریمون خراب باشه، استارت صبح نمیزنه یا جون میکنه تا استارت بزنه. یه جای زغالی داریم، یه دونه هم بالشتک. حالا زغال که زغالش تموم میشه، بالشتک هم خیلی کم خراب میشه. یه نکته طلایی هم میخوام بهتون بگم، میتونیم استارت رو با یه دونه رله تقویتی تقویتش کنیم و همچنین اگر مغزی سویچمون ایراد داره، حتما باید مغزی سویچ رو عوض کنیم. اگر عوضش نکنیم و یک سره بشه، تمام این قطعات رو با هم میتونه بسوزونه.